اگه بهتون یه دستگاه بدن و بگن باهاش میتونی به گذشته سفر کنی، کجا میرفتی؟ سلام دوستان مستر شوی عزیز، به کانال خودتون خوش اومدید. لطفاً برای حمایت از ما لایک و سابسکرایب فراموش نشه. خب بریم که فیلم رو بهتون معرفی کنم. Predestination، فیلمی محصول سال 2014 به کارگردانی برادران اسپریک و بازی فوق‌العاده اتن هاک و سارا اسنوک. With it. Would you kill him? Many New Yorkers are leaving the city in fear of a fifth attack by the Fizzle bomber. Maybe he's doing the city a favor. و اما خلاصه از داستان فیلم، یک مأمور سفر در زمان وظیفه داره به گذشته بره و جلوی یک بمبگذار مرموز به اسم بمبگذار شکست خورده رو بگیره. ولی اون توی مأموریت اولش شکست میخوره و صورتش رو از دست میده. اما اون دوباره به گذشته فرستاده میشه و این بار به عنوان یک متصدی بار و اونجاست که با مردی به نام جان آشنا میشه و داستان تازه از اینجا شروع میشه. و اما امتیاز این فیلم زیبا در سایت IMDb 7.4/10 و در راتن تومیتوز 84/100. This next explosion will leave 11,000 dead. You can do this. Right. You have skills you've never had the chance to use, and I can give you that chance. I get to be a temporal agent? If you prove yourself. Do I have a choice? You always have a choice. در مجموع این فیلم داستان بسیار زیبایی داره و از اون لذت میبرید. اگه عاشق فیلم هایی مثل اینسپشن یا تنت بودید، پس عاشق این فیلم میشید. شاید هیجان اون فیلم ها رو نداشته باشه، اما از لحاظ داستانی چیزی از اونها کمتر نداره. پایان این فیلم فوق‌العاده زیبا و شوکه کننده است، در حدی که شاید به خودتون بگین آیا واقعا میشه سرنوشت عوض کرد یا همه چیز از قبل مشخص شده. I know where I come from. Where do all you zombies come from? You're here to create history and influence what is to come. Time catches up with us all. The path you're on will take you to your destination. ممنونم که ما رو تا آخر این ویدیو همراهی کردیم. پس لطفاً لایک، سابسکرایب و کامنت فراموش نشه. تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار.